سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور صحتمند سرحال باشین. خوش آمدین به یکی از برنامه‌های دیگه چینل فامیل نوتری. دوستای عزیز، امروز ما رفته بودیم مارکت، به مقندی یگان چیز کار داشت، برش آوردیم از مارکت. دیگه نشد برتان فیلم بگیریم، خودش نرفته بود، یک ما رفته بودیم. دیگه ما میادم رفته بود دیگه، حال خودش برتان نشان میده که چی خریدیم برش. سلام دوستای عزیز، خوب هستین؟ جانتان جور چی حال داری؟ خدا کنه جور صحتمند باشید، در گوش دیدی هستین، جور و سلامت باشید. خوصیدی قجار من چی آوردی؟ اینه آوردی؟ ما دیگه یک شا آوردیم. اینه دوستای عزیز، یعنی کالای ماست که گرفتین دیگه. ما چوب کدام بگوین کدام از یه از ماست هر کس فامیده تو بیز فامیلی خیره او از کجا فامن؟ اینی هم است پنجابی. ما که زن بیادر ما همشیریم رفتن بر ما آوردن. ببینید رنگش چطور است، بدلتان است. در کمره کم تاریک میآید؟ تاریک میآید، خیر از رنگ جگری داره. نه؟ نه بانجانی. بانجانی؟ چی میگی؟ جگری؟ بانجانی مچم شاتوتی. شاتوتی ها. اینی هم تکی سیاه هم است که خودتان میفهمین دیگه. من تکی سیاه را دیگه بسیار دوست دارم، گرفتیم. یا شوات نکو دیگه دیدن یک چیز. اینی هم از بیادرزاده هم است، یا هم از خانم برادرم است. کلتان یک رنگی خریدیم. کل ما دایید دیگه یک رنگ دایید نه دوستا، ما دایید کالا جور نمی کنیم. خواهی را گرفتیم خانه پوشی دیگه، نداشتیم در خانه می پوشیم. دایید کس کالا جور نمی کنه. چور نمی کنی؟ همون را باید جور کن. چی را باید؟ همون تکره اینه خود آیی تا هر وقتی که کالا خریدی اونم روز اید است برات. هر وقت کالا بخری اید است دیگه، هر وقت خوش باشی اید است. نیست نه چرا؟ هر وقتی که کالا بخری اید است. نه آجر جان، آجر تو کالا خریدی؟ کو کالا کو در خانه شان است آجر جان کالایش. حالا آجر چی میخوره؟ پیش من میایی؟ گیجه پالی بیا جرجات بیا دستا پشت آجر دخته شده. او غرق خوردن است. او مصروف خوردن است. مسعود جان تو چی گرفتی؟ حالی بیکت چی میگه؟ بیا اینجا مسعود جان، بیا اینجا، بیا جگر بیا تندت کرد. خب بیا اینجا پیش بتیش مسعود جان یک شفک بتی یک قرده میتیش. اینا گناه داره، خیلی کش میکنه. یک کمک بیا اینجا سلام علیکی هم کنم. بیا خب سلام علیکی بیا کن. میشی جا سلام علیکی. سلام دوستان، صبح بخیر در گوشی جونتون جور و سلامت باشید. باز به برنامه خانم نست فال مناصری آمدید. خوش آمدین به برنامه. آفرین. اینو چند گرفتی؟ اینه چیزم 100 روپه. 100 چقدر مقبوله رنگش. از سریقه که دست خوبش است. روپه. یا نمیریزه؟ نه. به مکتبه؟ اینا دوستا دیدی مثل مسعود جان چی خریده. اینا آجر جان، آجر سلامتی یک تو. آجر برای چی خرید؟ قالب آیسکریم خرید؟ بلا آیسکریم باشه اینا آجر هم خریده. اینا سعی کنید دوستا آجر چی خریده. آیسکریم قالبا قالبا. اینا آجر جان هم آیسکریم خریده. چیشه قالب آیسکریم ده ای با آیسکریم نمی برش یخچال جور میکنه. دوستا مندازنه. اینه کی خریده برای؟ ما داریم. مادر خریده؟ دوستا ما داریم. داریم؟ خب دیگه جور که یک بخوریم. در 4 تا جنگ میشه. یک سلام بتی دیگه. سلام بتی. سلام بتی. کدام شکریستی؟ این نمیشه دیگه. این دیگه دوستای عزیز، حالا میریم باز طرف مارکت به خاطر کار شد یگان چیز دیگه ببینیم که میریم چی میگیریم از مارکت. باز دیگه با ما باشین.
خب دوستای عزیز خوش آمدیم به ادامه برنامه. این آمدیم در دکان خود ما، آمدیم که سودا بگیریم، سعی کنیم سودا را چند دست چی میگیریم دیگه شما با ما باشید. اون از ساعت لکا بگیریم. خب برنج خوبش اون سیر چند است برنج؟ برنج سیله یا برنج؟ نه برنج پلاوی میگیرم. بریانی نکنه؟ نه گرد از اون از پیشت بردی تا حالا خلاص نشد. نه از این برنج اون برنج اینی برنج خوب شد. سیر چند است؟ یک سیر ازی برم بده. یک سیر. دیگه یک سیرم بوده. دیگه لوبیا یک کیلو لوبیا. همین نخود خوب برم بده که دانش کلام کنم. یک کیلو از برم بده. دیگه چی بیرون؟ دال نخود داریم لوبیا. اینی برنج پلاوی شد حالا. خیلی ببینید. اینی لوبیا شد. این نخود شد تو. دیگه اینی زیره شد سیز. کی نمیده؟ اینی هم ماش شد سیز. یا کلش ده یک پلاستیک. اینی نمک بوره. اینی هم مکرونی. اون مارم پرت بدم. این سه تا قیماق. اینی هم کریم دندان. اینی هم رب کانفلاور خیلی مایه سیز. یک اینی هم مانده اینی هم دیگه واسیلی. اون واسیلی میکالا. دستمال لور. اینی یا من برو سر میخواد اینی نمیشه میپرد برو موتر از اینجا میگیریم اینی هم ازی خواه خیلی روغن و سلم تا میجاست کچالو پیاز مام دویده جمله کلش شد 3600 خداوند خیرت بده بخیر کم پنج هم هست دیگه نه زنده خدا دارم نه به خدا دارم من وقت نبود با دوستان خوش آمدین به ادامه برنامه ما. خوب هستین جانتان جور چی حال دارین جانکتان جور دوستان. آمدیم از شهر از سرای شمالی سودای ما را گرفتیم دوستان دیگه مانده و زله اینجا دیگه ششتیم تا چند روز که نبودم دوستا خانه همشیریم بودیم از اونجا آمدم رفتم سودای خدا گرفتم خریدم یکان چیز خوردنی نبود همون را گرفتم آمدم دیگه گرفتیم مامارم ما محمد جان جای به جای کردیم دیگه اوی همسایه چی میکنن جای به جای کردیم کل چیز دیگه مانده و زله نتانستیم از خوراکایی که گرفتیم خرچ ما رو که ویدیو بگیریم ما رو جای به جای کردیم دیگه بسیار مانده و زله بودیم گرمی زیاد است دوستان دیگه ما آمدیم اینجا ششتم محمد جان گفت من دلم فرینی برده برای من فرینی پخته کن ما گفتم دیگه اونجا در سرای شمالی گفتم که شیر میگرفتم گفت شیر خلاص کردیم نه با گفتم برو خزی دکانکا بیار که من برات پخته کنم دیگه منتظر دوستیم که محمد جان بیه شیره بیاره که برای یک داره فرینی پخته کنیم نه دوستا دیگه محمد جان شیر آورد که فرینی پخته کنیم برش فرینی پخته کنیم محمد دیگه خب از کراچی چی را بردن قناراتی؟ بردن؟ تجلا بردن 1 روپایی 2 روپایی چرا آخه که دیستی؟ اینجا برقی بونا برقی؟
تو خب گفتی از اون مروی داره که نه بارتی میخوره رنگ موی هم برده هم رنگ موی هم بردی هم زیاد دانه که اونجا هرچی که دگیرش آمده هم دستشان که این بغلک که رسیده از اون مو از اون هرچی که در میگیرشان آمده گرفته رفتی هم دوزی کردم در اونجا بودیم 2000 روپا رو در اونجا دوزی کردم دیگه این اینجا هم آمدن در اونجا 2000 گرفتم مالشه دوزی کردم 4-5 سالگی اینجا دیگه 500 شاید هم زیاد هر تفنچه چند بود؟ 50 روپا دو هسته شدی بگی خانه رو دیدی خودش آورده چه نواسته من دوست چرا میگه از خدا پت نمیشه از بنده پت کنم من جواب خدا رو چی بودم دیگه چیز بود دوزی کردن چی بالاست یعنی پودر پودر چی؟ آب مندازی میخوری چی میگی خب آدوسا آدوسا هم قدم کتیش درستی؟ و خدا دوزی کردن بردیم دیگه اونجا بود نیست حالا نه دوزی یاده این رو بردیم این رو پر بیغم شده دیگه اگه دیگه چیزی بردن نمیتونم دیگه کلش جالی گرفتی ای خدا اینه دوست و همسایه نوام بر ما امروز آمد تا بال مید ندیدیمشان یک مردکه شدید آمد خانه سعی کرد تو خوبش همی خانه رو سعی کرد زنمنش خود آمد خودش آمد می خانه رو سعی کرد تا که و سعی کرد آشپزخانه رو سعی کرد دو قبات کندو و یایش رسید دیستی چرا آورد مال خدا آورد تو نیکی زن خدا بره بیاره خانه سعی کنه کراچیو اینیش از گفت بر سره اون پایین نه اون پای از اونجا یعنی دوستای شیر ما را بندازیم اینه دوستا یا مزبوریش زیاد نندازم نه باشی نه برابر باشه اینه زخم‌تر نبرده مثلا نمیکنم شیرین برابر دل آدم میزنه اینه کانفلاور ما را دوستا انداختیم شیر مرغ تو جوش آمدن است شیر سر میکنه حالا چقدر هست برقای مام دوستا رفته دوستا برقای مام رفته دیگر شیر مام جوش آمده محمد چون شیر سعی که جوش آمده یعنی دوستا این بسم الله الرحمن چی کردم محمد؟ چی کردم؟ یه چیز اینا 4 مغز میبید یک ذره مزدار برو مایده میدم ها؟ برو مایده کو 4 مغز 4 مغز خلاص شده اینا دوستای عزیز یام از فرینی های ما که یک تا کاسه کلان یک تا خورد سرایشان پت کردیم داشت پس خانه ماندیم برقا رفته یخ کنه سرچبم بدن با میخوریمش بستم این فرینی هم
دوستا کیف میبینیم چطوری از مزهش این نمیمونی یخ میشد داغ حالی در چی یخ میشد داغ از یخ میشد من نماندی کمی از دیگم بودم انداختمش این نمیمونی یخ میشد خب نخور اگه تو نمیخوری کم میخون دیگه میمونه قیمتا نمیتن این چه باید باش برقا بیاد یخچال پانش این خواه بود من رفتم یک آرد 5 سیر خریده بودم اونم رو یک دریش گرفتم همراه کاسه انداختم در سطل آخری هم مانده بود زیادش او را که بلند کردم که پرتم در سطل یک رقم زانویم من دیگه وضعیت زانویم خراب شد بیز پایم درد داشت از بعد بدتر شدم بیخی حالا دیگه پایم بیخی درد گرفت زانویم همین زانویی که جور بود همین جور وضعیتش خراب شد دی ناجور خو ناجور است نگه حالا خیسن و ششتن و استاد میشون بسیار با مشکل اگر نه پایکم خوب بود این بوجی یارده بالا کردم ویخی پای من دردش زیاد کرد دیگه یه همشیرین بود حال مقال کردم که تو چرا ورزش نمی کنی که پای تشور بده که خواهی نیتو کن پای دستر چوکی بشی همین 1-2-3 روز همینطوری کردم ورزش های با زانو که است امور برسو ورزش رو من میکردم با زانوم یک کمی خوب بود این حالا دیگه اون آرده که بالا کردم زانوم وضعیتش خراب شد دست محمد من چی کردیم؟ امور خالی نکردیم من خواه بودم تو در گل صبح میخیدی باید خالی میکنی دیگه یک اتفاق قینی به ما افتاد یک اتفاق بعد به امرودین افتاد که از کراچیشه بردن یکان تق پقشه گفته کنم بنده خدا تق پق یک بلا چیزایش دوستا بردین 1,000-1,500 بردین بیچاره را همه چیزش بردن دیگه با رفت خوب که کل چیز بردن با رفت یک جالی خرید او را گردش جالی گرفت گردش داد دو طرفش نداشت با دو طرفش گرفتیم جالی اینه تو گپا شد دیگه جا خانه ما ناجارو مان اتفاق من من پیرب کفی یک اتفاق دیگه با 3 نفر یک اتفاق بعد دیگه با محمد جان افتاد با محمد جان بودیم افتاد که ایره من کالا گرفته بودم 1-2 جوره کالا گرفتم گفتم من میره ببر به خالد و مادر اسما گفتم من میره ببر روز خانهشان که بودم من میتونم موتر آمد گفت الله بده که موتر آمده که میره بده ما هم دیگه ساکت چارچر بند کردگی بود من خدایی کش کردم دیمی دستکاولو من انداختم بخی دمش کرده رفتم نبود که خوارم زنگ زد شایما جان گفت که چرا تو چارجر مرا بردی چارجر تو یا مانده تو از مرا بردی از اردی ما یک گفت از تو هیچ چارت نمیگیره در تلفن ما زود چارجر ما پس بیار گفت گاهی آینکای من میبری گاهی چارجر من میبری چارجر بیار با اینه کن دوست دیگه محمد از دادم که چارجر هم برد از او را برد از مرا آورد اون رو بعد دست از روی کردم در نیم راه رفت او از پلاستیک خطا خورد کالای من او در روی سرک بیچاره او را دیگه هم پلاستیک نبوده 2 پلاستیک هر 2 پلاستیک ها کفیده ایو در بغلش کمی نیم راه دیگه رفته گرم تایر با اسکیلش کفیده پس خیست از پروان 2 بودی پروان 3 در پروان 3 پس خیست آمه خانه گفت اینه مامان گفت من این توی پلاستیک سی ندادی اینه پلاستیک های تو شد تایر با اسکیل ما پس کم وقت خدا یک پلاستیک دیگه هم داری بام بغلش پاره شده بود پلاستیک ها زیاد نازک بود دیگه با پس در موتر خیز رفت برد کالا را رساند پس آمد این دیگه اتفاق اینه تو دوستا دیگه اینه تو اتفاق بایی پشتک امروز سر ما آمد بسیار روز خسته کن دیگه ما می جارو نکردم دست ایکیم تو بسیار تو گپا شد هم جارو گکای خانه ما مان کلش دیگه سبا به خیر و خوشی
که شب بخیر. محمد جان جارو کنه، ما صافی کاری میکنیم، با میگیریم بلاکای ما را میگیریم از جارو از صافی کاری که در چند روز نبودیم. کل جای خب پاک است، جای خیلی نیست، هرچی باشه آدم در خانه نبود کل جای خاک میگیره. این قسم دیگه اینی هم بلاک امروز ما خدا کنه که ویدیوهای ما رو تا آخر دیده باشین، از ما حمایت کنین دوستا. خیر است که گفته یک دوست ما گفته بود ویدیوهای تو بیز هیچ دیدنی نیست، مرا گفته بیز ویدیوهای تو دیدنی هم نیست که بسیار خوبش باشه، ما سعی کنیم. خیر است هم دوست ما میگه پس زده است ایت سعی نکن، عیب نداره. اگر سعی هم میکنی خانه تابات، اگر نمیکنی هم خانه تابات. خدا جان و جور بدهتان، جور و سلامت باشین. لایک میکنین، شیر، سابسکرایب. خدا خیر کنه. گپ دیگه ما ماند که آمدیم امی ذخیره ما سلاخ شده بود، پایپش او میرفت، از پایپش دنیا را او گرفته بود، تشناب خانه از بغلای دیوال او میامید. دیگه اتفاق امروز دیگه نفر آوردیم پایپ جور کرد دیگه. این دیگه اتفاق افتاد برای ما. دیگه چند روزه که نبودیم هم که رسیدیم این اتفاق برای ما افتاد دیگه. خب شکرش بخیر خوشی تیر شد. همسایه نو ما آمد بخیر، اولیگه که ما روشنی شد دیگه. سر صدای اشتکا گپ سخن ما دمی ما خوش هستم. خدا را هزار بار شکر که دولی ما یک نفر آمد 6 دیگه. ما خوش هستم، همسایه دولی باشه خوش می باشم. خب همین دو فامیل که باشی آدم تو دیگه دقیق میدی یک دقیقه پیشش میشینی، قصه میکنی، گپ میزنی دیگه. مردم دلم جمع میباشه، میرم اونجا دقیق میارم، میرم قلاقتیزو میشنم قصه میکنم. خداوند کلتان خیر بده دوست عزیز دیگه. این برنامه امروز ما شب روزتان خوش، جور و سلامت باشین دیگه. هر جای که از این آرام خوش خندان همیشه در خانهایتان تق پق باشه، دم به دم دیگه. سیل ساتیری پارتی همین چیزا باشه. خداوند در خانهایتان خوشی و خندانه بیاره. شب روزتان خوش. خداحافظ دوستان.